از دلبجی تو لحوم درست کرده تو لحوم خورده. امروز در ارتفاعات کوههای تالش مهمان مادر بزرگی هستیم که 92 سالشه. اون قراره یکی از غذاهای خوشمزه روستای خودشونو به ما معرفی کنه. ننه باجی خندان با اینکه پا به سن گذاشته خدا رو شکر خیلی سر حاله. اول با کمک نوش ناهید مقداری گردو که ماده اولیه اصلی این غذاست رو میشکونه و تمیز میکنه. که بیشته؟ نه داریم. یه پرمیده چون تعداد زیادی درخت گردو دارن، گردو ماده اصلی بیشتر غذاهای اینجاست. بعدش اونا رو میریزن توی هنک که از تراشیدن تنه درخت گردو ساخته شده. گردوها باید حسابی کوبیده شه. البته ناهید هم تو این کار بهش کمک میکنه. حالا 3 تا پیاز کوچیکم به گردوها اضافه میکنه و همراه اونا میکوبه. یک قاشق چایخوری نمک و یک قاشق غذاخوری رب آلوچه جنگلی هم آخرین مواد لونگی ننه باجیه. حالا ناهید اونا رو با دست شکل میده و توی روغن داغ سرخ میکنه. لونگی ننه باجی یکی از خوشمزه ترین غذاهاییه که تا حالا خوردیم. نوش جان. جمع از گوشه. نده بیو. میشه اون روزه بیه گیره. به من روزا. بودی بابا. من بعد شدم این دیگه. بعدی. اگه ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایک کنید و دکمه سابسکرایب یا اشتراک پایین این ویدیو رو بزنید تا قسمت‌های بعدی سیاه‌کوری رو از دست ندید. ممنون که ما رو تماشا میکنید.